نمیدونم چرا هنوز خیلی فکر میکنم بوتاکس و فیله رو باید توی سن 60 سالگی و 70 سالگی بزنن. بابا جان اتفاقا بوتاکس و فیله برای سن زیر 45 سال مناسبه. افراد بالای 45 و 55 بسته به اینکه پوستشون چقدر خراب شده باشه دیگه باید برن جراحی انجام بدن. من الان یه خانومه دیدم با کالسکه بچه دختر جوونی هم بود، واقعا این پوست نیاز به یه رفرش شدن، به یه لایه برداری، به یه بوتاکس، به یه فیلر، به یکم مثلا شاداب تر شدن داشت. ولی خب متاسفانه افراد حالا نمیدونم بگم مالی رو نمیتونم بهونه کنم، چون خیلی ها میشناسم که یعنی همه رو تقریبا میشناسم که پولش رو سر چیزای خیلی الکی تر خرج میکنن، ولی وقتی بدن خودشون میرسن خب دوست ندارن این هزینه رو بکنن، زورشون میاد، فکر میکنن حالا جوونن واسن 10 سال دیگه. واسه همین نمیدونم چی بگم، فرمودم این لحظه حسام باهاتون شیر کنم.